ایراد خیلی خاصیه در مورد یه هایلیکس سبزه. این ماشین استوب میکرد، چراغ چک و ESP و ترمز استاری همه با هم روشن میشه. هایلیکس مثل خودروی بنز شبکه کن داره، یعنی این کامپیوترها با هم در ارتباطن. ادبولو کارش اینه که آلندگی دیزل رو بگیره. خب با لایو دیتایی که نگاه کردم سنسور فشار باید ثابت باشه، هم منفی هم متغیر، و سنسور سطح ادبولو پرش داره، نگاه کنید داره بازی میکنه. این دوتا ایراد رو از توش در آوردم، البته به کمک این هایلیکس. چرا؟ برای اینو زدم دیدم این مقادیر ثابتن. حالا باید چی کار کنیم؟ یه یونیت کامپیوتر داره، بریم زیر ماشین بهتون نشون بدم. این یونیت باید کلا عوض بشه. این یونیت باید کلا عوض بشه. کارش چیه؟ فشار ادبولو رو انجام میده، سطح و هیترش رو همه رو این یونیت انجام میده. مثل پمپ بنزین نیست که بخواد هر چیزش جدا باشه، کلش یک پارچه است تو این یونیته. منم یه فنی روش دادم و شد این. همه چی داره کار میکنه، فشار اوکیه، سرعت اوکیه، لیتراژ اوکیه، هیچ چیزی دیگه نداریم، همه چی اوکی شد. خب دوستان، با کالیبر کردن یونیت ادبولو خطای P202D کلا رفع شد و ماشین دیگه هیچ ایرادی نداره. اگر نیاز به تعویض قطعه بود 100% ما ماشین رو میفرستادیم نمایندگی، به خاطر اینکه ماشین گارانتی داشت و یونیت خیلی گرون بود. مرسی که همراه من بودید تا اینجای ویدیو. با لایک و کامنتاتون به ما انرژی میدید. فعلا بدرود.